بچه‌ها خوبین؟ حالتون چطوره؟ امروز همونطور که می‌بینیم ما دوتایی اومدیم. سلام بچه‌ها. حالا چرا؟ به مناسبت تست این بستنی که روش نوشته کاپلز، یعنی دو نفر است. بریم تستش کنیم ببینیم چجوریه. این بستنی چیزکیک قلبی دومینوه. من اینو 60,000 تومان خریدم بچه. بازش کنیم ببینیم چه شکلیه. مثل چیزکیک جداست داره. تجاره بچه شما لایک حساب یادتون نره تا من ویدیو رو میگیرم. بازش کنیم ببینیم چه شکلیه. آره دوستان ASMR. خب همینجوری که میبینین شکل کاملش قلبه. چیرز. خب تست کنیم ببینیم چجوری. بچه این روکشش با طعم حالت توت‌فرنگی یا یکم ترش تره شاید. تمش آره تمش ترش شاتوته شاید. یکم هم مزه اکسپکتورانت میداد. دبل راستش ولی معمول توش خوشمزه است، مزه چیزکیک میداد یه خورده. خب بچه من این بستنی رو 60,000 تومان خریده بودم. به نظرتون ارزش خرید داره یا نه؟ ولی یک بار میارزید به نظرم با کاپلتون تست کنید. دوستتون دارم. تا یه ویدیوی دیگه. خدافظ.